لمس 80 داداش موجودی نداره شرمنده. ببخشید. داداش سعید حواسم به وسایل بود ندیدمت. آقا همشو با هم حساب کنید. خدا برکت. ممنون آقا. ببخشید. شما اصلا منو نمیشناسید. چرا چنین کاریو کردی؟ چه فرقی میکنه؟ شما هم جای برادرم. زندگی دیگه. گاهی چه بخوای چه نخوای کم میاری. منم این روزا رو تحمل کردم. خیلی سخته که دست خالی بری خونه پیش بچت. فکر کنید بهتون قرض دادم. کارت منو بگیرید از روش عکس بگیرید. مبلغش رو 420 تومن. هر وقت داشتید پرداخت کنید. اگرم نداشتید هدیه من به بچت. خانم ایشالله همیشه نگاه خدا تو زندگیت باشه. جبران میکنم.